دوستی و دشمنی به خاطر الله متعال یک اصل است در اسلام. ما بعد از اینکه در کلمه اسلام که همانا لا اله الا الله محمد رسول الله است، بعد از کفر به طاغوت مسئله دومی که ما الولا و البرا است. همونطور است که ما باید دوستی ما دشمنی ما مشخص باشد. با دوستای الله دوستی، با دشمنای الله دشمنی. همونطور است نه؟ حالی یک کسی که مخالفت با الله و رسول بکنه، ما چگونه میتونیم با او هم نظر باشیم، هم فکر باشیم؟ تا زمانی که عقیده یک نفر درست نباشه هیچگاه او پذیرفته نمیشه. کسی که الله نپذیره او را نمیتونه بنده الله بپذیره. بنده های مخلص، بنده های مؤمن الله سبحانه و تعالی کسایی هستند که با اساس کلمه لا اله الا جمع میشن و به خاطر الله دوستی و محبت میکنن. و حدیث صحیح هست در این رابطه که رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید من احب لله و ابغض لله و منع لله و اعطى لله فقط استکمل الایمان. هر کسی که دوستیش به خاطر الله باشه، دشمنیش به خاطر الله باشه، محبتش به خاطر الله باشه، منع کردنش یک برادرش منع کنه از یک عمل بد به خاطر الله، برادرش دعوت بده به خاطر الله سبحانه و تعالی، فقط استکمل الایمان، او ایمان تکمیل کرد.